مستر بیست کیست؟ جیمی دونالدسون، معروف به مستر بیست، تنها کسی که به عنوان پادشاه یوتیوب، خالق محتوای سرگرم کننده، بشردوست و کارآفرین شناخته می شود. اگرچه این شخص یکم عجیب به نظر می رسد، ولی او در ویدیوهایش جت‌های شخصی، لامبورگینی، صدها هزار دلار پول نقد و هر جایزه دیگری را که فکرش را بکنید به مردم هدیه می دهد. او در حال حاضر یکی از پربیننده ترین و پردرآمدترین تولید کنندگان محتوا در جهان است. او سفری باور نکردنی به سوی شهرت داشته است و توانسته الهام بخش میلیون ها انسان باشد. او که زمانی با یک میکروفون بی‌کیفیت و یک کامپیوتر کهنه در این دنیا با امکانات کم وارد شده بود، چطور توانست به این شهرت برسد؟ او که در حال حاضر استدیوهای بزرگی دارد، توانسته از پلتفرم‌های بزرگ دنیا مثل نتفلیکس و دیزنی را پشت سر بگذارد. اما او چگونه به این همه موفقیت دست پیدا کرد؟ اگر آماده هستید داستان زندگی ثروتمندترین فرد یوتیوب یعنی مستر بیست رو شروع کنیم. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشید و دکمه زنگوله رو بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید و در ادامه با کانال جعبه اسرار همراه باشید. قبل از هر چیزی باید به دوران کودکی این شخص سفر کنیم. جیمی در 7 می 1998 در ایالت کانزاس آمریکا به دنیا آمد، ولی دوران کودکی خود را در کارولینای شمالی سپری کرد. او هم مثل بقیه دوران کودکی معمولی داشت. برادر بزرگتر او چارلز یک یوتیوبر با نام مستعار CJ These Days بود، در حالی که اطلاعات زیادی درباره خانواده جیمی در دست نیست، ولی در بعضی از ویدیوهاش مستر بیست خانواده‌اش هم دیده میشن. مثلا در ویدیوی چطور 1 میلیون دلار رو دادم، ناپدری و مادر جیمی نیز حضور داشتند. وقتی جیمی کلاس 9 بود، پزشکان تشخیص دادند که او به یک بیماری التهاب روده مبتلا شده است. او قبل از اینکه بیماریش تشخیص داده شود، درد زیادی را تحمل کرد و دوران سختی را گذراند. جیمی در سال 2012 با نام مستعار مستر بیست اولین ویدیوی خود را در کانال یوتیوب به اشتراک گذاشت. او کار خود را با محتوای متفاوتی شروع کرد و خودش به ندرت در جلوی دوربین ظاهر می‌شد. در جولای سال 2013 240 مشترک یا سابسکرایبر در کانال مستر بیست مشترک بودند و ویدیوهاش به طور متوسط 1000 بازدید داشت. جیمی که تلاش زیادی برای فهمیدن الگوریتم یوتیوب می‌کرد، در شروع کار چندان موفق نبود. در سال 2015 با سری ویدیوهای بدترین ورودها کم کم شروع به محبوب شدن کرد. در اواسط سال 2016 تعداد سابسکرایب‌های کانال او به 30,000 نفر رسیده بود. اما او در همین سال از یک مدرسه خصوصی مسیحی فارغ التحصیل شد و وارد دانشگاه کارولینای شرقی شد، ولی بعد از گذشت 2 هفته دانشگاه را ترک کرد و کاملا روی فعالیت خود در یوتیوب متمرکز شد. او با یک میکروفون بی‌کیفیت و یک کامپیوتر کهنه شروع به ضبط ویدیو کرد. مادرش با این تصمیم او مخالف بود و او گفت این کارش احمقانه است. جیمی واکنش‌های اعضای خانواده خودش را نادیده گرفت و به خانه دیگری نقل مکان کرد. جیمی علت ترک خانواده والدین خود را تلاش برای تمرکز بهتر بر روی کانال یوتیوب خود عنوان کرد. وقتی کانالش شروع به بزرگتر شدن کرد، جیمی دوستان دوران بچگی خود یعنی کریس، چالندر، گرت و جیک را برای پیشرفت بزرگتر کردن پروژه استخدام کرد. جیک در سال 2020 از این گروه جدا شد و جای او را کارل که یک عکاس بود گرفت. ژانویه سال 2017 ویدیوی شمارش تا 100,000 را منتشر کرد. این ویدیو 40 ساعت طول کشید و برای اینکه ویدیو بیشتر از 24 ساعت طول نکشد، بعضی از قسمت‌های آن با سرعت نشان داده میشد. 1 ماه بعد دوباره ویدیوهای شمارش تا 200,000 را منتشر کرد. در این ویدیو نیز قسمت‌های زیادی سریع نمایش داده شدند و این ویدیو 55 ساعت بود. به دنبال وایرال شدن این ویدیوها، الگوریتم یوتیوب بالاخره این ویدیوها را پسندید. وقتی این محتوا که مستر بیست ایده آن را داده بود، بسیاری از یوتیوبرها نیز مثل مستر بیست شروع به تولید محتواهای شبیه مستر بیست کردند. ویدیوهایی مثل آزمایش شکستن شیشه با استفاده از صدای بلندگوی شیپوری، مشاهده خشک شدن رنگ به مدت 1 ساعت، 1 روز ماندن در زیر آب به خاطر خطراتی که برای سلامتی داشتند، شکست خوردند و اینها باعث مشهور شدن سریع مستر بیست شدند.
همچنین مستر بیست به خاطر بازدید 10 ساعته ویدیوهای مزخرفی مثل موزیک ویدیوهای کار هر روز مای جیک پاول نیز جلب توجه کرد. نوامبر سال 2017 تعداد سابسکرایب ها در کانال مستر بیست به 1 میلیون نفر رسید. خیلی از تبلیغ کننده ها با جیمی شروع به همکاری کردند. سرویس کوید به جیمی $10,000 داد. جیمی این پول را به شخصی بی خانمان بخشید و توجه بینندگان این ویدیو را به خود جلب کرد. بعد بقیه حامیان مبلغ بیشتری به او دادند. وقتی ویدیوهای بخشش مستر بیست لایک زیادی خورد، هر روز به تعداد دوستداران او افزوده شد. ولی همه چیز خوب پیش نرفت. وقتی مستر بیست مشهور شد، تعداد منتقدانش نیز زیاد شدند. در ماه می سال 2018 تیلور لورنس از توییت های قدیمی جیمی که در آنها گفته های همجنسگرانه وجود داشت انتقاد کرد. مستر بیست به این روزنامه‌نگار گفت که قصد ناراحت کردن هیچ کسی را نداشته است و فوراً همه توییت های کنایه‌آمیز خود را پاک کرد. بعد دوباره به تولید محتواهای باور نکردنی خود در یوتیوب که به عقل خیلی ها نمی‌رسید ادامه داد. این کار باعث ثروتمند شدن بیشتر او شد. مستر بیست در مارس سال 2019 یک تورنمنت آفلاین همراه با جایزه $200,000 ترتیب داد و در ماه نوامبر با انتشار ویدیوی افتتاحیه یک بانک رایگان بینندگان را شگفت زده کرد. برای این کار او یک بانک واقعی را اجاره کرد و از دوستان خود خواست تا نقش کارمندان بانک را بازی کنند. مستر بیست یک بیلبورد تبلیغاتی طراحی کرد و به جای سوالات درباره قراردادهای وام سوالات ساده ای را جایگزین کرد. مثلا 4+4 چند می شود؟ بعد مستر بیست با استفاده از یک قوطی کارتون چیزی شبیه دستگاه ATM درست کرد و دوستش داخل آن پنهان شده بود. هر کسی می توانست با دستگاه ATM سنگ کاغذ قیچی بازی کند و چندین $1,000 پول به دست بیاورد و مشتریان اگر بدشانسی نمی آوردند می توانستند با زدن یک لگد خوب به دستگاه ATM پول به دست بیاورند. در پایان روز بانک رایگان نتوانست پول نقد به دست بیاورد و قهرمان مجبور به بستن بانک شد. مدتی نگذشته بود که عده‌ای دوباره مستر بیست بخشنده را محکوم به دادن پولهای تقلبی به مردم در این ویدیو کردند. مستر بیست اعلام کرد که در این ویدیو برای جلوگیری از مسائل امنیتی از اسکناس‌های جعلی استفاده کرده است، ولی در پایان شرکت کننده ها تمام پولی که به دست آورده بودند را دریافت کردند. بینندگان در یک ویدیو که جیمی به اولین بی خانمانی که میدید $20,000 میداد متوجه تقلبی بودن این اسکناس ها شدند. مستر بیست نیز اعلام کرد که به خاطر مسائل امنیتی از اسکناس های واقعی استفاده نکرده است. او دلیل استفاده از اسکناس های جعلی را وجود بعضی خطرات این کار و اینکه پول نقد واقعی ممکن است باعث وحشت زیادی شود عنوان کرد. بعداً مستر بیست به آن شخص بی خانمان $20,000 واقعی را داد. در اکتبر سال 2019 مستر بیست با مهندس و خالق سابق ناسا مارک رابر برای جمع‌آوری کمک مالی در یوتیوب برای درختکاری همکاری کرد. هدف اصلی پروژه تیم تریز این بود که تا تاریخ 1 ژانویه سال 2020 مبلغ $20 میلیون جمع‌آوری کنند و حداکثر تا تاریخ 20 دسامبر درخت بکارند. بیش از 600 چهره معروف به این کمپین کمک مالی کردند. جفری استار، پیودی پای، ایلان ماسک، جکی دورسی و افراد ثروتمند دیگر مبالغ زیادی پول به این کمپین کمک کردند. میلیون ها نفر از مستر بیست به خاطر اهمیتی که به طبیعت میداد قدردانی کردند. مستر بیست در آوریل سال 2022 یک مسابقه آنلاین سنگ کاغذ قیچی با حضور 32 پدیده مشهور رسانه‌های اجتماعی ترتیب داد. در آن زمان این مسابقه محبوب ترین برنامه زنده در یوتیوب شد. در ابتدا برنامه‌ریزی شده بود تا مبلغ $250,000 که به دست می آید را به امور خیریه اختصاص دهند، ولی در حین پخش این مسابقه با کمک مالی بینندگان مبلغ این پول به $1 میلیون رسید. همه پولی که در این کمپین بزرگ جمع آوری شده بود به سازمان بهداشت جهانی اهدا شد. مستر بیست باز توانسته بود به انسان‌های زیادی کمک کند. مستر بیست در ماه ژوئن با گروه هنری MSCHF که مقران در بروکلین قرار دارد همکاری کرد و در جولای سال 2021 برنامه جدیدی را روانه بازار کرد. مستر بیست برای شروع این بازی انگشتش را بر روی برنامه و صفحه گوشی گذاشت. قوانین این بازی بسیار ساده بود. برای برنده شدن در طول بازی اصلا نباید انگشت خود را از روی صفحه گوشی برمی‌داشتید. اگر دیرتر از همه انگشت خود را از روی صفحه گوشی برمی‌داشتید تا سقف $25,000
$70,000 جایزه می‌گرفتید. در پایان این بازی 70 ساعته مستر بیست به 4 نفر باقی مانده تبریک گفت و به آنها اطلاع داد که هر کدام مبلغ $2,000 برنده شدند. مستر بیست که ویدیوهای زیادی درباره امور خیریه برای کانالش ثبت می‌کرد، در اینجا نیز موفق به گرد هم آوردن افراد زیادی شد. مخصوصاً کمک‌های او به کشورهای فقیر آفریقایی در همه دنیا مشهور شد. همانطور که در اول ویدیو هم گفتیم، مستر بیست به عنوان یک کارآفرین موفق در اواخر ماه دسامبر همراه با یک برنامه تحویل غذا رستوران را افتتاح کرد. این رستوران فقط تحویل مجازی داشت. در روز افتتاحیه این رستوران حضور هزاران نفر باعث به وجود آمدن هرج و مرج بزرگی شد. در روز اول شروع به کار رستوران، پلیس به خاطر ازدحام جمعیت مجبور به ممنوع کردن عبور و مرور شد. اواخر سال 2020 گوگل تصمیم گرفت تا به خاطر کرونا ویدیوهای ریواند یوتیوب را که هر سال آنها را پخش می‌کرد دیگر پخش نکند. این ویدیوها خلاصه‌ای سریع از ویدیوهای محبوب سال بود. مستر بیست در پاسخ به این وضعیت در 1 ژانویه سال 2021 ویدیوی خدا را شکر که یوتیوب ریوایند 2020 تمام شد را پخش کرد. این ویدیو نیز بازدید زیادی داشت و باعث شد تا مردم یوتیوب و خود مستر بیست را بیشتر دوست داشته باشند. مستر بیست فقط در یوتیوب فعالیت نمی‌کرد، بلکه او با پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی زیادی همکاری کرد. او با شرکت‌های بزرگ رسانه‌های اجتماعی مثل فیسبوک و اسنپ چت به توافق رسید و برای خود منبع درآمد جایگزین پیدا کرد. مستر بیست در فوریه 2021 در برنامه کلاب هاوس به عنوان مهمان شرکت کرد و به خاطر هجوم جمعیت به این برنامه باعث از کار افتادن آن شد. مستر بیست اعلام کرد که در سایه این توافق‌ها میزان ثروتش بیشتر و در نتیجه او خواهد توانست به افراد زیادی کمک کند. بعضی از افراد حرفه به سرعت در حال رشد مستر بیست را دوباره مورد هدف قرار دادند. در ماه می 11 نفر از همکاران سابق مستر بیست او را متهم به سوء استفاده و ایجاد محیط کاری خصمانه و دشمنانه متهم کردند. این کارمندان گفتند که جیمی پشت دوربین‌ها رفتار متفاوتی دارد. به همین خاطر یکی از کسانی که برای جیمی کار می‌کرد در سال 2018 بعد از یک هفته کار برای جیمی استعفا داد و اعلام کرد که ستاره یوتیوب شخص به شدت خودخواهی است. البته خیلی ها این حرف‌های کارکنان سابق مستر بیست را باور نکردند. هواداران مستر بیست واکنش شدیدی به این کارکنان سابق نشان دادند و آشکار کردند که این اتهامات دروغ است. جیمی یک بار اعتراف کرد که در ویدیوهای خود مدام در تلاش بوده است تا عالی به نظر برسد و به همین خاطر در سال 2020 از پخش ویدیوهایی که پول زیادی برای تهیه آنها هزینه کرده بود منصرف شد. مستر بیست فعالیتی به اسم مستر بیست تیم سیز را شروع کرد. این فعالیت توجه یوتیوبرها، صدها نفر از پدیده‌های رسانه‌های اجتماعی را به خود جلب کرد و بیش از 33 میلیون دلار کمک جمع‌آوری کرد. همه این کمک‌ها به سازمان‌های غیر انتفاعی داده شد. این سازمان‌ها آشغال‌های سواحل اقیانوس، رودخانه‌ها، پلاژها را جمع‌آوری می‌کردند. تیم مستر بیست نیز ویدئویی از خود در حال تمیز کردن پلاژهای ساحلی پر از آشغال به همراه افراد داوطلب پخش کرد. این ویدئو نیز بسیار لایک خورد. در دوران محبوبیت بازی مرکب، مستر بیست نیز بیکار ننشست و یک مسابقه افسانه‌ای ترتیب داد. 456 نفر در این مسابقه بدون خشونت شرکت کردند و باید بازی‌های مشابه بازی مرکب را با موفقیت انجام می‌دادند. همه کسانی که در این مسابقه شرکت کرده بودند، مبلغی بین 2 تا 10,000 دلار دریافت کردند. شرکت کننده‌ای که همه مراحل را با موفقیت به پایان رساند، جایزه بزرگ یعنی 456,000 دلار را برنده شد. این ویدیو که نزدیک به 4 میلیون دلار هزینه برای مستر بیست داشت، یکی از ویدیوهای پربازدید در یوتیوب شد. در سال 2021 او به عنوان یکی از محبوب ترین یوتیوبرها در پلتفرم یوتیوب معرفی شد. در ژانویه 2021 مجله فوربس مستر بیست را به عنوان ثروتمندترین یوتیوبر معرفی کرد. طبق آمار به دست آمده، مستر بیست در سال 2021 نزدیک به 54 میلیون دلار درآمد داشته است. در جولای 2022 تعداد سابسکرایب‌های کانال اصلی مستر بیست از مرز 100 میلیون نفر گذشت. این تعداد عضو باعث شد تا کانال او پنجمین کانال و خودش نیز دومین یوتیوبری باشد که به تنهایی به این موفقیت دست پیدا کرده است. در ماه نوامبر مستر بیست به عنوان برترین تولید کننده محتوا در یوتیوب پذیرفته شد. اسم مستر بیست به خاطر داشتن تعداد سابسکرایب زیاد در کتاب رکوردهای گینز نیز ثبت شد. مستر بیست سال 2023 را با یک کار خیر شروع کرد. ستاره یوتیوب هزینه‌های درمان هزاران نفر نابینا و کمبینا که باید عمل آب مروارید انجام می‌دادند ولی توانایی پرداخت هزینه‌های این عمل را نداشتند را پرداخت کرد. در این ویدیو می‌بینیم که بیماران در جامائیکا، هندوراس، مکزیک، اندونزی، برزیل، ویتنام و کنیا عمل شدند. مستر بیست به بعضی از این بیماران پول نقد
داد و بعضی را هم با دادن هدایای سورپرایز کرد. از آنجا که او نمیتواند با جزئیات بگوید که چقدر درآمد دارد، ولی میشود تخمین زد که مستر بیست چقدر درآمد دارد. طبق بعضی از گزارش‌ها میزان ثروت او در ماه‌های اولیه سال 2023 نزدیک به 70 میلیون دلار بوده است. با توجه به درآمد ماهیانه او از یوتیوب، تخمین درآمد او از این پلتفرم متغیر است، در حالی که بعضی از منابع میگویند درآمد او از یوتیوب چیزی بین 120,000 دلار تا 1.9 میلیون دلار است و درآمد حاصل از توافقنامه‌های برندش از این میزان درآمد جداست. و از پلتفرم‌هایی که در آنها ویدیو پخش می‌کند سالانه چیزی بین 1.4 میلیون دلار تا 22.7 میلیون دلار درآمد دارد. به عنوان مثال، مستر بیست از طریق همکاری با مایکروسافت و الکترونیک آرتس، فروش و اسپانسری در یوتیوب 24 میلیون دلار درآمد کسب کرد. در ماه آوریل همان سال شرکت فینتچ شریک و سرمایه‌گذار بلند مدت کارنز شد. مستر بیست با زندگی لاکچری خود جلب توجه می‌کند. احتمالاً او خیلی از چیزهایی که می‌خواهد را می‌تواند بخرد. برای او غیر ممکن بی‌معنی است. اینکه خانه مجلل او چگونه است معلوم نیست، چون که او در خانه واقعی خود را به روی مردم باز نمی‌کند. طبق اعلام بعضی از منابع، جیمی در سال 2019 یک عمارت به مبلغ 2.1 میلیون دلار در کارولینای شمالی خریده است. گفته می‌شود جیمی یک ماشین لامبورگینی هوراکان مدل اسپایدر دارد. همچنین او صاحب ماشین برقی تسلا، BMW سری 3 و نیسان آرمادا SUV است. گفته می‌شود که مستر بیست که شخص بسیار متواضع و فروتنی است، در یک ویدئوی زنده اعلام کرده است که در استودیو زندگی می‌کند، عمارتی ندارد و ماشین گران قیمت لامبورگینی هم سوار نمی‌شود. طبق نظر برنامه My First Million پادکست، مستر بیست نشان می‌دهد که یک محل کار معمولی با یک کامپیوتر شخصی و یک صندلی بازی دارد. دیوارهای محل با نقل و قول‌های کارآفرینان موفق و بعضی از سخنانی که خود او گفته است تزیین شده است. جیمی بعد از کسب اولین درآمد خود از یوتیوب شروع به محبوب کردن امور خیریه کرد. او به افراد بی‌خانمان کمک مالی کرد، به بیمارستان تحقیقاتی کودکان استی جود پول بخشش کرد و به یک پناهگاه محلی حیوانات در لس آنجلس نیز کمک مالی کرد. جیمی سلطان ویدیوهای وایرال به دنبال زیاد شدن ثروتش به تهیه کنندگان کوچک محتوا در یوتیوب و توییتر، پیشخدمت‌ها و رانندگان تاکسی هزاران دلار هدیه داد. اگر شما مستر بیست بودید، پول خود را چگونه مدیریت می‌کردید؟ به نظر شما آیا مستر بیست لیاقت داشتن این ثروت را دارد؟ خیلی ممنون که تا آخر این ویدیو همراه ما بودین. اگه از این نمونه ویدیوها خوشتون میاد، حتما ویدیو رو لایک کنید، به دوستانتون به اشتراک بذارید و در قسمت کامنت حتما نظرات خودتون رو بنویسید. با تشکر.